یه چیزی که ایرانی‌های موفق تو آمریکا و کانادا دارن میکنن و خیلی ازش خبر ندارن. دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن تا سریعتر از همه کسب و کار راه بندازن. اول، ایده. به کلاد بگو چه مهارتی داری. اون بازار آمریکا رو تحلیل میکنه و دقیقاً بهت میگه چه بیزینسی میتونی راه بندازی با آمار و اطلاعات واقعی. دوم، پلن. کلاد یه بیزنس پلن کامل و حرفه‌ای برات مینویسه. همونی که مشاورا $5,000 ازت میگیرن توی چند دقیقه. انگار یه آدم واقعی نوشته. سوم، برندینگ. کنوا AI لوگو، کارت ویزیت و پروفایل حرفه‌ای برات میسازه. بدون طراح، بدون هزینه. چهارم، مشتری پیدا کردن. از پرپلکسیتی بخواه بهترین جاها برای پیدا کردن مشتری تو حوزت رو نقشه برداری کنه. لینکدین، ردیت، انجمنهای تخصصی همه رو بهت میگه. پنجم، قرارداد و قیمت گذاری. کلاد قرارداد حرفه‌ای به انگلیسی برات مینویسه و کمک میکنه قیمت گذاری درست کنی برای بازار آمریکا. وضعیتت رو بهش بگو. همه چیز رو فکر میکنه. ایرانی ها همیشه کارآفرین بودن. حالا ابزاری دارن که همه چیز رو 10 برابر سریعتر میکنه. فالو کن. هر هفته آموزش میذارن.